انسان هم عجیب عادت هایی دارن. زخم زبان میزنن، تهمت میبندن، طعنه میتن، عیب جویی میکنن، پشت سرت غیبت میکنن، اما در مقابلش از تو توقع دارن که همراهشان باید بزرگوار باشی، باید ببخشی، حرف نزنی، سکوت کنی و حتی انتقام هم نگیری. بله، من سکوت میکنم، تو سکوت میکنی، اما واگذار میکنیم به خدای خود. خدای ما هیچ وقت سکوت نمیکنه. یا شاید ما و تو در حالت قرار داریم که انتقام گرفته نتانیم، ضعیف باشیم، اما ایره هیچ وقت فراموش نکو که خدای ما و تو حتما انتقام میگیره و هیچ وقت سکوت نمیکنه. پس قلب یک انسان به حدی نرنجان که از تو پیش خدای خود شکایت کنه.